ассалому алайкум ва rahmatullohi ва баракатуҳ. علیکم السلام و رحمت الله. ҳамин як масъалае ҳаст ки мехоҳам бениҳоят фаҳмам доири ҳамин масъалае ки аз кадом сабаб аллоҳ субҳана ва таъала бо худаш, бо мо, бо замин, бо тамоми офаридаҳояш қасам мехӯрад. ҳамин аз нигоҳи илмӣ сабаби қасам хӯрдани аллоҳ дар чӣ бошад устоза? از نگاه علمی نه و از نگاه علمی اگر گفتید مسئله دیگر می شود. درباره سبب قسم الله گفته بودیم که پروردگار به هر چیزی که می خواهد نظر ما را جلب کند، به هر مخلوقاتی که در آن در حقیقت معجزه های عجیب و نهانی هست، با آن قسم می خورد. هیچ قسمی الله نیست که شما چرا با همین چیز هم اگر قسم خورده می شود گفته باشید. یعنی هر چیزی که الله به آن قسم خورده است، وقتی که دربارش حتی میوه، حتی انسان، حتی دیگرها میبینید که چقدر در داخلش حکمت و عجایبات است. و برای پروردگار جایز هم هست که با بزرگی خودش، با نفس خودش قسم خورد. و پروردگار هر چی خواست و هر چی برای خود لایق دانست آن را میکند. و خیلی گفتم مثلا درباره انجیر و زیتونی که الله قسم خورده است، من درباره‌اش گفته گذشته بودم، معجزه های انجیر، معجزه های زیتون، یا درباره مخلوقاتی که الله با اون قسم میخورد. لیکن به بنده ها از این که در نزد بنده ها بزرگترین یگانه این الله هست، یگانه جایز است که با قسم بخورند. من کان حلیفا فلیحلف بالله، میگن پیامبر اگر قسم خورد فقط انسان به الله قسم میخورد، به یگان چیز دیگر قسم خوردنش ممکن نیست، به الله یا صفت و نام های الله. اما به الله به هر چیزی که خواست قسم میخورد و این خاص برای پروردگار است. و خیلی گفتم قسم خورده های الله را هر یک تاش را اگر کافت و کاف کردید، بزرگی الله را در آن میبینید که چیز کسی اصلا مثل آن ساخته نمیتواند.